بازار فروش ماهی در پیترهد. این شهر در یکی از گوشه‌های شرقی جنوبی شوتلندیا واقع است. درآمد ساکنانش اساساً از فروش ماهی به کشورهای ایتیهادیای اروپا است. با وجود وابستگی به ایتیهادیای اروپا، مردم آن آماده‌اند به خروج بریتانیا از ایتیهادیا راعی بدهند. ماهیگیری تجارتی خطرناک است. به سبب صید بیش از حد ماهی در 10 سالهای گذشته ماهی در این بحر کم شده است. طبق مقررات ایتیهادیای اروپا به خاطر حفظ ساحه ماهیگیری، کشورهای اعضا حق دارند مقدار معینی هر نوع ماهی را شکار کنند. بر اساس همین مقررات، کشتی‌های ماهیگیری دیگر کشورهای ایتیهادیای اروپا هم حق دارند در ساحل‌های شوتلندیا هم ماهی بگیرند. ذخیره‌های ماهی بعد جاری کردن مقررات برقرار شده است و کوته ماهیگیری را هم بالا بردند. با وجود این، پیتر بروس در رایپرسی روز 23 ایون بعد طرفداری خروج از ایتیهادیای اروپا رای می‌دهد. Since we joined the EU and were governed by the common fisheries policy, we've seen a massive decline in the size of our fishing fleet. In the UK, we've seen a massive decline in our coastal communities with the amount of people employed in the fishing, and I would like to see us getting back control. معلوم نیست بعد از ترک ایتیهادیای اروپا بریتانیا با کدام مانع‌های تجارتی دچار می‌شود یا وزیرها و اعضای پارلمان و بحث‌های تجاری چگونه واکنش می‌کنند. We have fears that maybe our own MPs don't care enough about the fishing. We have that, but we're willing to take that chance. پرسش‌ها نشان می‌دهند که اکثر شوتلندی‌ها طرفدار ماندن در ایتیهادیای اروپا هستند. در این گوشه شوتلندیا طرفداران خروج از آن بیشترند. I think I would quite like to leave. And why is that? What are your main I think it would be better for our business. It just so happens I think it would help our business. I think we'd stay in, like. Stay in? And why is that? Well, I think we need it. I don't think we can trade without it, and too much downsides on it. I'm not clever enough to really have much an opinion, to be honest, but I'd probably like to get out. And why is that? What are your main reasons? Just for independence and to be by ourselves. I'm so passionate about leaving Europe. If it's cost a few pounds, I couldn't give a نظرسنجی‌ها نشان داده است که در سراسر بریتانیا طرفداران و مخالفان خروج برابرند، ولی در اینجا در پیترهد افکار عمومی تنها به یک سمت حرکت دارد.